قیس الفت با سیتا قاسمی چی کرده است؟ چرا قیس الفت سیتا قاسمی را از خود خفه ساخته است و قهر جدی سیتا قاسمی اکنون کجاست و مصروف چی کاروباری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان، یک تن از هنرمندان محبوب، ناماشنا و سرشناس افغانستان است. قیس از خانواده هنری الفت می باشد. پدر بزرگ و پدرش از جمله هنرمندان ناماشنای افغانستان هستند. قیس الفت در ابتدا از نواختن طبله آغاز کرد و توانست به اوج شهرت آوازخوانی برسد. قیس الفت بیشتر اوقات آهنگ‌های غزل می‌خواند، ولی آهنگ‌های عاشقانه و میهنی هم دارد. قیس الفت که لقب شاهزاده غزل را از طرف علاقه‌مندان و طرفدارانش گرفته است، برای 3 سال متوالی در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع من حیث داور اجرای وظیفه می‌کرد. قیس الفت جدیداً خواسته بود با سیتا قاسمی کنسرت مشترکی را برگزار کند و تمامی مسائل و شرایط این کنسرت هم به اتمام رسیده بود، اما ناگهانی قیس الفت برگزاری کنسرت را با سیتا قاسمی لغو کرده است و نخواسته با سیتا قاسمی کنسرت را برگزار کند. این کار قیس الفت باعث خشم و قهر سیتا قاسمی شده است و سیتا قاسمی از قیس الفت خفه شده است. این همه در حالی است که سیتا قاسمی هم از جمله هنرمندان موفق، ناماشنا و توانای کشور است که چندین سال می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت می کند، ولی هر کس خودش می داند و تصمیمات زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان قیس الفت و سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.